سلام رفقا، حال دلتون چطور؟ بچه اومدیم امروز موفاسا خان رو بکشیم تو تلفن و اینم از تلفن میخوایم بریم بکشیمش تو تلفن و بیایم. خب بچه ما باکشو 2 نفره کشیدیم تو تلفن با یکی از دوستام. 2 نفره کشیدیمش تو تلفن چون 1 نفره یه جوری میشه. بعد دورش هم الان با تیزبر میبرم که بتونم باش بنزین بزنم. بچه ها نگاه این رخ اصلا. بچه ها بریم الان در بغل رو باز کنیم و بکشیم تو تلفن. آموزشش هم میذارم. خب برای بچه بریم در بغل رو باز کنیم که بکشیم تو تلفن. بچه الان شاید بگید چرا باتری MK زدی نی. بچه من موتورم چون که 0 بود، البته 0 نیاوردمش. 300 تا دونه کار بود از سال 403 تا 404، 1 سال تو خواب بود. بعد من موقعی که آوردمش باتریمو عوض کردم که باتری خودش اصلا یه کار نمیکرد. حالا من شارژش کردم یه کار نمیکرد. خب برای بچه بریم در بغل رو بکشیم تو تلفن و بچه حتما این تلفن ها بخرید. هم چسبندگی بالایی دارن و باعث میشه که موتور شما نکنه اون تلفن روش. ولی وقتی شما جنس ضعیف میخرید تا بزنی باید به چسب بخری، باید چسب نواری. خب بچه‌ها بریم الان اینو بکشیم تو تلفن. در بغل اول میذارم اینجا. بچه الان من میخوام 2 دور بکشم بهش، 2 دور 3 دور اینا که آسیب نبینه. من نه واسه قشنگی 1 دورم بسته شما بزنید. من واسه این که آسیب نبینه میخوام 1 دور 3 دور بزنمش. خب بچه الان در بغل میذاریم اینجا. بچه ها تلفن هم باعث میشه موتور شما هم رخ بگیره، هم چجوری بگم، هم آسیب نبینه موتورتون. خیلی کارهای خوبی داره. بچه ها این الان ما باید صافش کنیم با دست، چون من همچنین میکشم آسیب نبینه. من نه واسه قشنگی واسه هم 1 دور کافیه و خیلی هم خوب میتونم زنش. بچه اینجا پارش کنید از اینجا بین این خارک ها که خواستید بزنید توش جا خراب نشه. ببینید چه قشنگ شد. بچه نظرتون رو بگید. الان واقعا این در بغل خیلی رخ میده با موتور، وقت که آسیب هم نمیبینه. من تلفن جنس ضخیم گرفتم که موتورم آسیب نبینه. خب بچه ها بریم الان او در بغل دیگری رو بیاریم و اینو بزنیم جا، اون دیگری هم بکشیم توی تلفن. بچه ها حتما وقتی تلفن زدید پشتش، یعنی قسمت هایی که آزاده و چسب بزنید. مثلا الان ویدیوشو میذارم براتون که چجوری چسب بزنید که دیگه باد اومد هرچی اومد نکنه. بریم اینم چسب بزنیم و بیایم. خب بچه ها بریم در بغل رو چسبش کنیم. بچه ها بریم من خودم الان یه چسب کوچیک استفاده میکنم. بازش کنیم دیگه بازش. بچه ها الان هوا سرده، همه موتوراشون رو برمیدارن. من قصدم این بود موتور رو بردارم. بچه هم همه میدونن من موتورم مثلا 1 سال خواب بود، 2 هفته 3 هفته است آوردم موتور رو. بعد قصدم البته این بود که بردارم موتور رو، ولی چون چنل زدم یوتیوب رو شروع کردم دیگه مجبورم باش ویدیو بگیرم. پس شما هم حمایت کنید، حتما به حمایت تو خیلی نیاز دارم. ویدیوهای خیلی خوبی تو راه، مثل
دورینگ شبرنگی از 400 بوق 10-11 و خرید لوازم، دور زدن، نقد و بررسی هر هوندایی که شما بگید. پس حمایت کنید. با شما یکی میزنم. دیسک یورو 4 بچه، دیسک یورو 4 بعد خیلی به حمایتتون نیاز داره که دیگه دیسک یورو 4 میخوام بخرم. ویدیوش هم حتما میذارم، نگاه کنید، عشق کنید. بچه به نظر تو دیسک یورو 4 با موتور هم میاد یا نه؟ تو کامنت ها حتما بگید که بدونم اینم میاد یا نه. بشه ویدیوها قبلی هم نگاه کنید، خرید لوازم حتما سر بزنید، ویدیوهای خیلی جالبی هم. اینجاشم بزنم. بچه حالا شاید بگی چرا داری یه ذره چسب میزنی؟ آره یه ذره میزنم چون که واقعا بچه نباید دور تا دورشو بکشم، چون هم ظاهر رو خراب میکنه، هم ظاهر در بغل و هم اون قشنگی که سلفون به موتور میده رو خراب میکنه. بچه ببینید الان ما این پشتش رو چسب کردیم، الان بریم در بغل دیگری هم بیاریم و چسب کنیم. خب برای بچه این در بغل هم زدیم، به این دوتا در بغل رو بزنیم رو موتور و یه رخ جذاب بهتون بدیم. خب برای بچه همونجور که میبینید هم باکو زدیم، هم در بغل این ور زدم، هم در بغل این طرف زدم. واقعا بچه خیلی رخ میده، نظرتون رو تو کامنت ها بگید. بچه یه نکته ای هم که وجود داره، من شیشه ها راهنما مشکیمو در آوردم که بشه بارکد زدم به بغلشو و فابریکی انداختم. بچه به این رنگ فابریکی خیلی بیشتر میاد نسبت به مشکی و نظر خودم اینه. شما هم نظراتتون رو تو کامنت ها بگید. من راهنمام از این عقب آوردمش این جلو و خیلی رخ میده بچه اینطوری. و بریم الان راهنما با خطر عقب بکشیم توی تلفن و بیایم. بچه ببینید برای راهنما قرار نیست کل تلفن رو بیارید و شما تیکش کنید و بیارید. الان بچه بریم که تلفن رو بزنیم. خب بچه بریم الان به این بچه الان ما اینو تلفن زدیم و من رفتم براش چسب گرفتم برای راهنما و جاپایوشیوم که بزنم بهش. حالا ببین من این چسب استفاده میکنم برای راهنما و چیا، جو چسب خیلی کوچیکی. ببین اینطوری میزنم بهش. دیگه تلفن چیزه باز نشد. برو برم میاد. خب بچه تیزبر رو وردم اینجا. بچه واقعا خیلی رخ خورد. اینجاش هم میزنم بغلش هم که نه. خب بچه اینم رخ موتور، جاپایی رو هم زدیم، اینم رخ کلی موتور. بچه حتما نظراتتون رو بگید.